کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که بنا به اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان روزهای 26 و 27 دکبر سال 2021 هوا سرد می‌شود، در وادی‌ها باران می‌بارد و این باران گاه به برف تبدیل می‌شود. در بعضی ناحیه‌های کوهی تابع جمهوری، ولایت قتلان و سوخت، همچنین در ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان برف شدید می‌بارد. در وادی‌ها و ناحیه‌های نزد کوهی کاهش دمای هوا روزانه به -8 درجه در نظر است. روزهای 24 و 27 دکبر سال 2021 در بعضی ناحیه‌ها هواشناسان تمان را پیشگویی می‌کنند. غیر از این گفته می‌شود که برف تر به خطهای انتقال برق و درختان می‌چسبد. احتمال در راه‌ها به وجود آمدن برف توده و یخ بستن راه‌ها زیاد است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده هشدار می‌دهد که برف تر و باد سرد می‌تواند به خط انتقال قوه برق ضرر رساند. احتمال آن نیز وجود دارد که در بعضی منطقه‌ها درختان از وزنینه برف تر بشکنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از شهروندان خواهش می‌کند که در این روزها سفرهای بی ضرورت را محدود کنند، از کارهای صحرایی موقتا دست کشند، به شکارگاه نروند، به نیت جمع‌آوری هیزم نیز از خانه‌ها بیرون نشوند. در این روزهای سرد کمیته همچنین به ساکنان مراجعت می‌کند که قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند.